روز 6 ینور جسد گنرال ایرانی قاسم سلیمانی به تهران انتقال داده شد. برای خداحافظی با گنرال سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس را بر دوش داشت، ده ها هزار مردم جمع شدند. سلیمانی که رهبر عملیات پنهانی نظامی ایران در خارج از خاک این کشور را بر عهده داشت، 3 ینور بر اثر حمله هوایی در فرودگاه بغداد به قتل رسید. جسد سلیمانی را صبح شنبه به شهر جنوب و غربی اهواز و از آنجا به شهر مشهد انتقال داده بودند. در مراسم وداع در شهر تهران، جسد رهبر گروه نیمه نظامی عراقی ابو مهدی المهندس و چند تن دیگر که در این حمله بغداد به هلاکت رسیدند، در کنار جسد سلیمانی جای داده شدند. مراسم وداع را در تهران رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای سروری کرد. روز جمعه خامنه‌ای وعده داد که کشتار سلیمانی با انتقام شدید روبرو می شود. در پی آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اگر ایرانی ها به آمریکایی ها و یا منفعت آمریکایی ها حمله کنند، آمریکا 52 مکان و از جمله جایهای فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد. و ترحم علی محمد و آل محمد